سلام، خوش اومدید به کانال مورخ جوان. عملیات بلوط، نجات موسولینی از دل کوهستان. در روز 12 سپتامبر 1943 مأموریتی جسورانه توسط نیروهای ویژه آلمان به فرماندهی اوتو اسفورتسنزی انجام شد تا بنیتو موسولینی رهبر برکنار شده ایتالیا را از اسارت آزاد کنند. پس از سقوط دولت فاشیستی در 25 ژوئیه همان سال و رأی سنا به برکناری موسولینی، پادشاه ویتوریو امانوئله سوم دستور بازداشت او را صادر کرد. موسولینی در هتل دورافتاده‌ای در ارتفاعات گران ساسو در قلب رشته‌کوهی آپنین تحت نظر قرار گرفت. با توجه به جایگاه سیاسی موسولینی برای آلمان نازی، هیتلر خواستار بازگرداندن او شد. عملیات نجات با بهره‌گیری از گلایدرهای نظامی و نیروهای چترباز طراحی شد. تیم اسکورتسنزی با دقتی خیره کننده در منطقه کوهستانی فرود آمدند و بدون شلیک حتی یک گلوله موسولینی را از محل نگهداریش خارج کردند. در پایان او با هواپیمایی کوچک به مونیخ منتقل شد تا دوباره وارد صحنه سیاسی شود. اگر این ماجرا براتون جالب بود لایک کنید و کانال مورخ جوان رو سابسکرایب کنید. تا ویدئوی بعدی، خداحافظ.